ادامه گفتارهای رادیوی تاجیکستان به افتخار 675مین سالگرد بزرگداشت کمال خوجندی. شنونده های عزیز، حالا گفتار پنجم را از سلسله خوانش بدیعی از روی رمن نویسنده اعظم صدقی پیرهه قسمت در قرائت عبدالقادر منیازف شنوید. کمال با تبسمی لطیف به شاگرد نگریست و خواست بگوید که سر کنید. شیخ محمد خواند: از پیرهنت بوی آمد به گلستان ها، کردند پر از نکهت گلها همه دامان ها. استاد ادامه داد و راهروان با نوبت غزل را تا به آخر هر یکی یک بیت قرائت کردند تا خوان ملاحت را آراست به سبزی خط، افکند لبی لعلت شوری به نمکدان ها. گر زلف برافشانی در پا فکنی دلها، چون لب به حدیث آری برباد دهی جان ها. این است و کمال از یار دارد سری قربانی، ما نیز یکی باشیم از جمله قربان ها. آفرین شیخ محمد، ذهنی تازه دارید، با یک دو قرائت غزل را از بر کرده اید. شادم که قرائت بنده به شما خوش می آید. استاد، دوستان از زود برگشتن ما در تشویش افتاده اند. الیاس از من پرسید که خواجه از یگان رفتار یا گفتار ما رنجیده اند مگر؟ چی جواب گفتید؟ گفتم که یگان باعث آزرده خاطری نبود. من در این 2 روز استاد را همیشه شاد و خوشنود می دیدم. هنگام سیر و شکار خیلی خوشحال و ظرافتگوی بودند. خواجه سرمست نشأه محبتند، پیوسته غزل می آفرند که پیوند آن همه عشق است و وفاداری. خوب گفتید دوستم. عشق گلندام آتش دل من شد و علنگه ساعت به ساعت اوج می گیرد. هر بار که شعر بگویم به پیش نظرم می آید و در آفریدن مصرع‌ها کمک می رساند. از راستی که اکثر بیت‌های آخرینم منسوب اوست. در خصوص شتاب کردنمان این شب خوابی ناخوش دیدم. از گفتن اندیشه دارم. چه تعبیری است خدا می داند. شیخ خواست استادش را از پریشان حالی رهایی دهد و پیشنهاد نمود که روی سبززار ناشتا کنند. بیایید اندک فراغت کنیم. دوستان یک چشم خورجین نان و گوشت بره داده اند. من دسترخوان شیخ محمد گفته سخن شاگرد را برید. لبی استاد، التماس من بعد به من از گوشت سخن نکشایید. خوب شده است، اما چرا؟ بیگاه چشمم به چشم آهوی افتاد که از چشم خورجین نگاه می کرد. به نظرم چنین می نمود که آهو به من طعنه می زند. گویا می خواست بگوید که تو شاعری، مرا وصف می کنی، چرا از من جان می ستانی و گوشت مرا می خوری؟ قطعی قرار دادم که من بعد گوشت به دهان نمی برم. شیخ به خورجین نظر انداخت و دید که چشمان کشاده آهو شاهد سخنان شاعرند و رحم و شفقت می طلبند. از دور سوار نمایان شد که اسب می دواند و روبرو می آمد. به خواجه کمال و شیخ نرسیده 60-70 قدم دورتر اسب را نگاه داشت. از سر زین فرآمد تا نزد شاعر پیاده آمد. السلام علیکم خواجه. به کمال مراجعت نمود. خوب شد که شما را دیدم. به سراغتان می رفتم. پدر فرمودند که هر چه زودتر به شهر برگردید.
یگان حادثه روی داد مگر؟ سوار دمی خاموش ماند و نهایت عرض کرد که او از هیچ یگان واقعه خبر ندارد. با سپارش پدری خواجه اسب زین کرده است و به راه برآمده است. 3 سوار به راه دیهات در آمده از میان باغ و میدان می رفتند. شاخ و نوده های شکوفان درختان به دامن نسیم صحرا گلبیزی می کردند. پلکچه های شفتالو و زردالو و سیب های پیشپزک در دم باد سبک رقصیده به زمین می فرآمدند. در دو کنار راه دهقانان سرگرم کار صحرا بودند. یکی جفت می راند، دیگری با کلند جوی سرها را تازه می کرد، سیومی چیله می ساخت، چندی دیگر از سر مرزه با زنبر به زمین پارو می کشاندند. از بین مردم بسیار اسب مانده گذشتن از روی آداب نبود. سواره ها دست به سر سینه نهاده به دهقانان سلام داده با شتاب می رفتند. مردمی سری راه از کار دست کشیده به خواجه و همراهان او تعظیم می کردند. بعضی ها از آنها از میان زمین طالب جوبار در تاز برآمده سر فرود آورده به شاعر عرض احترام می نمودند. راهی بین صحرا و شهر خیلی سیر آدم بود. خواجه در چند جای از اسب پایان آمده به پیرمردان شناس واخوردی کرده حالجویی نمود. 1-2 نفر از آنانی که از شتابکاری شاعر بیخبر بودند به قول شیخ محمد گپ را غاز می دادند و کمال تجنگ می شد. پدری کمال در کوچه نزد دروازه خانه حولی با چند نفر دوستان پس و پیش بیقرار قدم زده تار می تنید. وی دم به دم از اضطراب با مشت به کف دست می زد. کمال و همراهانش از دور از اسب فرآمدند. شاعر بی‌طاقتی پدر را دیده گفت: شیخ محمد، تعبیر خواب عیان شد. 2 جوان در تاز آمده لجام اسب را از دست شیخ و خواجه گرفتند. پدر به استقبال پسر شتافت، او را به آغوش کشید و داد و فغان کرد. چه شد پدر؟ مادرم سلامتند؟ همه صحت و سلامتند به غیر از گلندام. گلندام؟ کمال سر از آغوش پدر کشید و چشم حیرت بر روی او دوخت. گلندام؟ به گلندام چی شده است؟ بیمار؟ کاش بیمار می بود. شتاب کنید پسر، گفت یکی از دوستان پدری کمال. همه به شما منتظرند، زود به حولی درآیید، لباس ماتم بپوشید. خواجه دیگر حرفی نگفت، به کسی سؤالی نداد. از دست محمد داشته به حولی رفت. در 2 طرف کوچه جوانان جامه های سبز و سیاه در بر، طاقی های بیگل یک رنگ مغز پیسته در سر، از بالای جامه میانبند های تیر فام گلش سیاه بسته راست می ایستادند. در نزد دروازه حولی بالا خانه‌دار مرد میان سال ریشش ماش و برنج که سری کتفانش کمی خم خورده بود با 2 جوان تنومند کبودپوش عصا به دست ناله و فغان می کردند. مرد دهان گشاده با عذاب نفس می گرفت و سری کتفش می لرزید. دخترم، یکه و یگانه ام، گلندامم، آرام دلی مرا بردی، فرزند شهیدم. گویان پس و پیش قدم می زد و به زمین عصا می کوفت. برادر و دادر مرحومه به پدرشان پیروی کرده: خواهری نامراد من، در بهار عمر خزان شدی، مرگ را به خود روا دیدی و از دنیا با ناموس رفتی. گویان فریاد می زدند. از دور و نزدیک
خویش و اقربای مرحومه این خبری شوم را شنیده ناله و شیون کنان می آمدند. پدر و برادر دادر و گلندام را به کنار گرفته داد و فریاد می کردند. در سری کوچه خواجه کمال، پدرش، دوستان و یار و برادران نمایان شدند. حاضران همه به پای خیستند. مرد ماتم زده عصا را به سوی هوا داد، دو دست به سر زده به پیشواز آمدگان تاخت. پدر کمال با فرزند و همراهانش پذیره مصیبت زدگان شتافتند. داد و فغان از ماتم سرا به گنبد آسمان ها پیچید. پدری خواجه و پدری گلندام همدیگر را سخت به آغوش کشیده روی به روی می مالیدند. از رخسار آنها اشک سوزان جاری بود. برادری مرحومه کمال را به بر کشیده فریاد میزد که به خواهر خود پشت و پناه شده نتوانست. این همه از خواب غفلت است. به مرگ وی من گناهکار می گفت و از شاعر گشته و برگشته عذر می طلبید. پدری گلندام دستش را به گردن کمال حلقه کرده: خواجه، عروستان را از غارتگران نجات داده نتوانستم. در غفلت ماندم، او را به غارت بردند. وی به این بی‌ناموسی تاب آورده نتوانست. هم دشمنش را کشت و هم خودش را. گفته دست به سر میزد. چشم کمال به میرشبی شهر افتاد که تنی به مثل کنده جواز غفص و قد کوتاه خود را به پس جوان مردان سیاه پوش گرفته میخواست از نظرها پنهان شود. اما از نگاه نفرت بار شاعر جای گریز نداشت. ناعلاج به خواجه تعظیم کرده سری توبه به زمین انداخت و خواست بگوید که به این فاجعه او نیز گناهکار است. در پس دیوار از درون حولی آواز ناله و فغان زنان و دختران می برآمد. از بین نوحگران زنی با آهنگ دلخراش چند بیتی خواجه کمال را می خواند. از باد سری زلفت یک روز پریشان شد، جان و سر مسکینان در پای تو ریزان شد. ماتم زدگان به نوحگر جور شده هر بند دویم غزل را برابر تکرار می کردند. حال دل خود گفتم با چارگری درد، بیچاره به درد دل آه زد و گریان شد. چشمی کی رسید آیا باز این دل خرم را، کز ناوک مژگان آزرده پیکان شد. دل خواست شدن سوی جان نیز روان با او، تا تو ز نظر رفتی هم این شد و هم آن شد. باشد همگی تاوان بر چشم منی گریان، هر خانه که از باران در کوی تو ویران شد. در حولی فریاد و غریو زنان یک باره بلند شد. از دروازه تابوت دختر را برآوردند که آن با فرنجی دخابه مغز پیسته گل و پاپکدار با رویمال لعلدوزی حریر عروسی با کمزوری کندل آراسته بود و در مابین سراجا تاج عروسی تجلی می کرد. ازدحام به جنبش آمد و همه کوشش داشتند دست به تابوت دختری دلیر و جانفدا رسانند. امکان پیدا شود دسته ای آن را داشته 7 قدم ببرند، اما این کار از صدها به یک میسر می شد. در هر سری قدم شخصانی نو به نو به انبوه غمزده ها همراه می شدند. شاهراهی وسط شهر پر از آدم بود. اسب و عرابه ها از راه باز ایستاده به اهل مشایعت جنازه راه می دادند. سواره ها از اسب و خر فرآمده
سر به تعظیم فراورده تابوت را با دیده های اشکبار گسیل می کردند. پیشا پیش تابوت پدری گلندام، برادر و دادرش، پدری خواجه کمال و خود شاعر به دست چوبی تری بید گرفته عصازنان و دریغ گفته می رفتند. در صف دویم عمک و عمکزاده، تقای و تقا بچه های دختر غریوان قدم می زدند. پدری خواجه، گلی امید خاندانم، قدم به آستان مراد ننهاده به قبرستان می رود. گویان نالش کنان می رفت. کمال قدم می پرتافت و زیر پا زمین را حس نمی کرد. عقل و هوشش را عالمی دیگر به خود مشغول می داشت. این همه فریاد و غریو به گوشش نمی درآمد مگر که به مثال شخصی که برق زده باشد کرخت می نمود. به کسی یا به چیزی اعتباری نمی داد. دو چشم به سوی پیش دوخته سخت سخت پای می نهاد. شب تاریکی بهار، کوچه های شهر خوجند بی آدم بودند. از هر گوشه و کنار صدای اساسها به گوش می رسید. آنها به آوازی بلند: های کیست؟ تو کیستی؟ من دیدم، در خمگشت دیوار پنهان نشو، پیش برا، گفته می ترساندن و دم بدم شقیلداخ و طبل می زدن. در عین حال به پاسبانهای شبگرد محله دیگر خبر می رساندند که آنها بیدارند، ناخلفی در کوچه نیست. دزدان شبرو که ابر را پایمانک کرده ستاره می زدند، از غوغاهای بردروغ میرشبها به خوبی آگاه بودند. دسته های توانا که در شهر چشم دید داشتند به شبانها ضرب خود را گذرانده آنها را مطیع می ساختند. وقتی به غارتگری برآمدن آنها، پاسبانهای همان محل از پاستگاه های خود غیب می زدند. برای نمود هیاهوی می برداشتند و در اصل به دزدان راه می کشادند، به غنیمت بری دستیاری می کردند. بعضی از شبروان پیمان بسته وقتی برآمدن از شهر دست و پای پاسبانها را بسته راهی گریز را پیش می گرفتند، وانمود می کردند که پاسبانها جبر دیده اند. شب چهارشنبه آسمان ابر پیچ و هوا گرم سرغبار بود. مردم در ایوان و شیپنگ‌های صحن حولی خواب می کردند. بعد خشکسالی و قحطی سالی رفته در اطراف و اکناف خوجند دسته های یراق بدستان غارتگران پیدا شدند که غالباً از مردم بادیه نشین بودند. خوجندی ها خوب می دانستند که این دسته ها به کمک و دستگیری شهریان به مقصد نایل نمی شوند. جوان مردان گذرها از پی اشخاصی گمانبر افتاده هر یک قدمی ایشان را نظارت می کردند. روزی یک نفر از گمانبران با بهانه شباغ دروی خرسوار به کوه مغول رفت. در آنجا 4 کس او را انتظار و برای او یک خر شباغ تیار کرده بودند. شباغکش با آنها گفت و شنید کرده به زمین با چوب خط کشیده نقشه راه و رویشی را نشان داد و زود برگشت. جوانها آمده به اهل محله خبر دادند. با مشورت پیران شبی که آن شخص پاسبان بود، مردم به پس دری حولی به سری بام پنهان شده دیدبانی کردند تا بدانند امشب به نزد وی کی می آید و چی مقصد دارد. شب از یک پاس گذشته بود که پاسبان به سری کوچه برآمد و تیزتر گذر، اینجا نیست، گویان فریاد کرد. فرصتی نگذشته از پس درختان لب جوبار
سراب 6 کس نمایان شد. پاسبان از آنها 20-25 قدم پیشتر حرکت می کرد. وی به تک دروازه حولی دکانداری رسیده نه ایستاده گذشته رفت. مردانی دنبالگیر با او رفتند و زود به دیوار پیچیده به درون حولی در آمدنی شدند. در همین دم به سر دزدان کلتک باریده همه به زمین افتادند. آنهایی که در سر بام و قفای دیوار همسایه ها بودند در تاز آمده دست دزدان را به پشتشان بستند. پاسبان محله روی کتی شربتخانه یک پهلو می خوابید. مردم او را دستگیر کرده با دزدان به مرشدخانه بردند. دزدان را سپردند اما پاسبان را آوردند. روزی دیگر تا میانش برهنه کرده به خر چپه نشانده به بازار برآوردند. یک نفر در دست شوشی دم کرده گوسفند داشت و هر سری وقت با آن به سری پاسبان میکوفت. دیگری فریاد میزد که مردم شهر ببینید این ناکس خیانتکار است، به ما و شما را به دزدان فروخت. راهگذران به سوی پاسبان تف میکردند، سنگ هوا میدادند یا با تازیانه میزدند. خائن نیم مرده آغشته خون را بر روی حوله اش آورده پرتافتند. وی خود همان شب اسباب روزگار و کوچش را به عرابه بار کرده از شهر برآمده رفت و با همین غیب زد. از این واقعه 2 سال سپری شد. در این مدت شهر آسوده و آرام گشته بود. باز خائنی پیدا شده است، وگرنه دزدان به حوله قلعه مانند گلندام چطور راه یافته‌اند؟ چیز و چاره بسیاری آنها را به یغما برده اند و کسی با خبر نشده است. از همه عجیبش این که دزدان بیملال از شهر برآمده می روند. این خیال و اندیشه ها دل خواجه کمال را به تنگ می آوردند. طوری برادر گلندام نقل کرد شمدانهای دروازه خانه و تاقچه ایوان فروزان بودند. دیرتر معلوم شد که چند سوار تلپک پوستی بره در سر روی و بینی منه را با رویمال سیاه بسته به غارت آمده اند. 2 اسب را اینان بر اینان گذاشته، یکی به 2 پای زین پا نهاده راست می شد، دیگری به سری کتف او پا گذاشته خود را به سری بامی بلند می گرفت. در بام یکی ریسمان می داشت، دیگری بر روی حولی می فرامد. با این اصول 10-15 نفر صحن حولی جای گرفتند. در صفه طرف راست ایوان پدری گلندام با برادر و دادرش، در کتی چوبین مادر و دختر به خواب رفته بودند. دزدان ارغمچین به دست و کارد در دهان به 2 گروه تقسیم شده به مردان و زنان غرق خواب یک باره در افتادند. آنها چنان ناگهان حمله آوردند که کسی به چی بودن حادثه سرفهم نرفت و صدای نبرآورد. همه را مشتکوب کرده دست و پاهایشان را بسته به دهانهاشان رومال خستند. مادر و دختر را به یک ستون ایوان و پدر و پسر را به ستون دیگری آن ریسمان پیچ نمودند. در خانه ها را کشاده هر چیزی که به پول می ارزید در پس دروازه حولی غرم کردند. با اسب به دروازه خانه در آمده غنیمت ها را بار کرده آماده گریختن شدند. سردار دزدان به ساق موزه قمچین زده نفرانش را شتاب می کنند. همین دم چشم او به گلندام افتاد که سری سینه اش برهنه بود و در زیر نور شمعدان مثل شیر مهتاب می تافت. سردار دیگر به موزه قمچین زنی را قطع کرد، یکی از نفرانش را از سری کتف داشته به سوی گلندام بیهوش اشاره نمود.
3 نفر از دزدان دختر را از بند گشادند و بردند. مادر را باز به ستون بستند. وی لحظه به هوش آمد. چشم گشاده به گرد پیش نظر دوانده دید که اهل عائله همه بند و بست شده اند، ولی دخترش در بین آنها نیست. از درد پر عذاب هوشیار شده بی آرام سر به ستون زد. از صدای ستون کوبی زن مردان نیز به خود آمدند و به عمل مادر پیروی نمودند. پس از مدتی همسایه ها در دست شمدان و چراغ حاضر شدند. دست و پاها را گشاده رویمال از دهان گرفتند. برابر باز شدن دهان مادر نفسی چخور کشید و گلاندام را بردند گویان فریاد زد. وی به پای برهنه سری لوچ از زینه ایوان فرامده به کوچه دوید. مرد و زنی محله بیدار شده به کوچه برآمدند. جوانان اسبها را زین کرده به ساحل دریا شتافتند. سواره ها به بندر رسیده دیدند که کیمچی در جایش نیست. تازان رفته او را از حولیش آوردند. این شبکی ها را از دریا گذراندی؟ با شتاب پرسید صوفی محله. شبانه کسی از دریا نگذشته است. قریبی های شام یک دست سواره ها به شهر آمدند که شناس نیستند. به چوب دست کیمه نگاه کن تر. به خدا قسم که امشب کیمه نرانده ام. با وهم و هراس کیمه کش سراسیموار بیگناهی خود را اثبات می کرد. امشب گپ خوری همسایه بود. من آنجا بودم. به حولی در آمده اکنون در را می بستم که اینها حاضر شدند. با تو بد گپ می زنیم. کیمه را کشا، ما را به آن ساحل گذران. حالا تاریک یگان حادثه روی ندهد می گویم. دزدان گذرن حادثه روی نمی دهد. ما گذریم حادثه روی می دهد مگر؟ داد زد برادری گلاندام. زود باش وقت گپ نیست. سواره های نو به نوی مسلح می آمدند و دسته تعقیبگران خیلی زیاد شد. کیمه به ساحل راست دریا 2 نوبت آدم گذراند. تعقیبگران باد آسا اسب می دواندند. از تازیانه زدنشان معلوم بود که آنها به 2 اسب سوارند. یکی اسب تازی، دیگری اسب نقار و غضب. غارتگران برای بین کوهسار وارد گشته خاطرشان جمع شد. اسبان خسته شده را به میل خود گذاشتند و آهسته راه می رفتند. از باری گران و از جثه های وزنین دزدان میان اسبان قریب خم می خورد. خرجین های پر از غنیمت، قالین های پد، سوزنی های روی جاهای بخملین را به اسبها بار کرده بودند. در 4 عرابه دوچرخه بالای هم صندوق، قالین های بند پیچ، کرپه و بسترهای شاهی و 2 خوابه ابرپیچ که به گردش ارغمچین کشیده ترنگ بسته بودند، همه از جمله غنیمت ها به حساب می رفتند. عده‌ای از سواره های از دوتاس خسته شده در سری زین پینک رفته بودند. مردی تنومندی سیرگوشتی کله کلان که هر 2 لنجش از فربهی آویزان بود گلاندام را گرفته می رفت. از حرکت‌های ناهنجار او گلاندام سخت تکان می خورد و آزار می یافت و این همه باعث آن شد که دختر تدریجاً به هوش می آمد. او در پیش قاش زین اسب فرو خوابیده بود. سرش الوانج می خورد. باری اول چشم کشاد و دید که به نظرش هیچ چیز نمی نماید. از صداهای سومی اسب پی برد که او را اسپکی می برند. هوشیار شد و دلش را وهم زیر کرد. اولین چیزی که به نظرش نمود پای سوار و کارد کلان دسته اش دندان فیل بود که از ساق موزه صاحبش می نمود. جسم و جان گلاندام بیخواست نیروی تازه گرفت. در چشمان شهلایش آتش غضب برق زد. او بی اختیار دست به کارد برده آن را از غلاف و ساق موزه بیرون آورد و
زود پیکرش را بالا برداشته به سینه سواری خوابالود خلید. جثه کلان و قفس دوست با پیکری موزون گلندام به زمین فرو غلتید. مرد کارت خورده با کف دست زخمش را داشته به خون و خاک می پیچید و هنوز به اصل واقعه سرفهم نمی رفت و به سوی التجا آمیز می نگریست. وقتی سواره ها به گرد افتادگان جمع آمدند، گلندام کارد خونالود را سپر کرد. چشم مرد کارد خورده به کارد افتاد. هوش از سرش پرید. آه گفته سر به زمین انداخت. دزدان بی نقاب بودند. گلندام دید که از شکل و شمایل آنها نحس می بارد. هر یکی چون شبیه مرگ با بشره های چنگ و غبار آلود به دختر می نگریست و از این نگاه های او عیان بود که در دل نیت ناپاکی می پرورد تا از جسم لطیف جان ستاند، پیکری دختر را پاره پاره سازد. سرکرده دسته دزدان خواست از سر زین پایان بیاید. وی هنوز پای از رکاب نکنده گلندام کارد را به زیر سینه خود زد و دست از آن گرفت. چند لحظه سری زانو ایستاد، به اطرافیانش نظر انداخت و آهسته آهسته سر به زمین فرو نهاد. پیراهن حریری دریده گلگون شد. از دور صدای سوم اسبان تازی به گوش رسید. غارتگران سراسیمه شده راهی گریز را پیش گرفتند و در یک آن در بین قله های کوه ناپدید گشتند. جوان مردان به سر مرده نرسیده اسبان شیهه کشیدند و چراغ پایه شدند. سوارگان از اسب فرآمده جسد خونالود گلندام را دیده به داد آمدند. برادر و دادر از سر سینه برهنه کارد را کشیده گرفته بالای دختر را با رویمال پناه کردند. سر به سر مرحومه نهاده ناله و فغان می کردند. جوان مردان به اسب سوار شده خواستند به دنبال غارتگران افتند، اما جارچی پیش راه آنها را گرفت. غارتگران پس سنگ و خرسنگ ها کمین گرفتند. شما را یک یک نابود می کنند. این جنگ بی امان است. دیده و دانسته سر به زیر خطر نهادن کمال بیخردی است. یکی از جوانان خشم و غضبش را فرو نشانده نتوانسته جسد غارتگر را 2-3 لگد زد. پسرم، گفت صوفی محله، این کاری خوب نیست. مرده را زدن ابال است. چی؟ فریاد کرد جوان. جسد غارتگر و قاتل را زدن ابال است؟ من آن را پاره پاره می کنم. شمشیر از نیام کشید. صوفی از بند دست وی داشت. آمیرانه امر کرد که برود و تفسیر این فرمایش را از استادش خواجه کمال بپرسد. پدر، گفت جوانی دیگر، اجازت دهید مرده غارتگر را ببریم. این برای چی؟ شاید غارتگران برای بردن جسد قاصد فرستند و یگان شرط گذارند. این کاری که شما میگویید با آیین غارتگران راست نمی آید. آنها هرچی میبرند از خود میکنند، هرچی تلف میدهند زود باشد که از بحرش میگذرند. جسد دختر را بردارید. خواجه کمال بیشتر از 2 هفته این جانب به مدرسه سید فرخ درسگویی نمی رفت. مدرس 2 نفر از شاگردان را فرستاده خواجه را نزد خود خواند. خواجه بزرگ، شما در سن و سال گرچه از بنده خرد هستید ولی در فضل و ادب افزونی دارید. با این همه شاید
از جوانی شما باشد از عالم و آدم دست شستن کار مردی صاحب معرفت نیست. شاگردان به شما خو گرفتند، امید دارند از درسهای شما بهره بردار گشته از علم ادب و آداب غنی می شوند. علم خیش را به دوش نورسان دلباخته واگذاشتن خوب است مگر؟ بنده را ببخشید، سخت گویی کرده به دل آزرده شما خار می خلم، اما چاره ندارم. پدر و مادران شاگردان در تشویش افتاده اند که تحصیل آنها چی می شود؟ حضرتم، معذرت می خواهم. به خوبی می دانم که در حق بنده غمخواری می کنید. مرد فاضل و سخنسنج که هستید، درد دلم را به شما می گویم. من به تهلکه افتاده ام. خواب و خورم حرام شده است. خیال و اندیشه های پوچ و بی‌معنی و بی‌منطق عقل و هوش مرا به خود مشغول می دارند. به نظرم گاه گاه چنین می آید که در بند وسوسه افتاده ام. می ترسم که وقتی درس به شاگردان سخنهای بیجا نگویم. از این حالت برآمدن شرط است، وگرنه به درد بد گرفتار می شوید. محض از همین سبب به درس شروع کنید. تنها با همین وسیله تدریجاً از بند الم و یأس رهایی می یابید. ان شاء الله باز مثل پیشین خوش گفتار می گردید. بروید، در حجره شاگردان به شما در انتظارند. خواجه کمال از در حجره وارد گشت. از دیدار مبارک استاد چهره شاگردان کشاده شد. شاعر احوال پرسی نموده گفت: من امروز به درسگویی آماده نیستم. از بس که شما را خیلی پزمان شده ام دیدار بینی آمدم. اگر به من سؤالی دارید یا چیزی برایتان ناروشن باشد بفرمایید، من پاسخ می دهم. به این معنی حرف زدن و آهنگ گفتار خواجه برای شاگردان غیر چشم داشت بود. در حجره آرامی طول کشید. می بینم که شما نیز به ملاقات با بنده آمادگی ندارید. دفعه دیگر اگر باز دیدار به دیدار رسد، این سؤال باز به میان خواهد آمد تا آهنگ رفتن کردن استاد را دیده جوان زود از جای برخیست و پیشی عزم او را گرفت. استاد، عذر می خواهم، مرحمت. جوان سر پایین افکنده به اندیشه رفت. از گفته پشیمان شد مگر که لب فرو بست. باکی نه، من شتاب نمی کنم. هرچی خواهید بپرسید. استاد، باز هم عذر می خواهم، شاید باری دیگر بپرسم. آیا شما می دانید که باری دیگر می شود یا نه؟ هرچی به خاطر آمد زودتر باید گفت. اگر نقشه‌ای باشد باید زود به عمل تطبیق نمود. در کشالکاری اندیشه در مغز سر زنگ می زند. هر چیزی که زنگ بست گذرا نیست، خیره می تابد. از این رو مصلحت این که هرچی می خواستید خوب می شد بگویید. بچشم. استاد، من یک مرده را 2-3 لگد زدم. یک کس مرا تنبیه داد. گفت که این گناه است. امر داد که تفسیرش را از شما بپرسم. به شما درست تنبیه داده است. انسان هر حساب کتابی که نسبت شخصی دارد در زنده بودن او باید برابر کند. بنده ای که جان به حق سپارید دیگر عالمی نیست و حکم من بعده او به اختیار خداوند کریم است. نیک و بد او را پروردگار مقرر می کند.
از روی رسم و آیین ما در حق شخص فوتیده بد نمی گویند، مذمت نمی کنند و این تنها به خاطر آن است که انجام کاری او چی خواهد شد تنها به خداوند روشن است و بس. آنهایی که در شأن مرحومان بدگویی می کنند گناهی عظیم صادر می کنند. اصلا رفتار و گفتار هر یک فرد را محکوم کردن ممکن. وی چی انسان است زود حکم نبرارید، شاید او نظر کرده حق باشد. آن جسدی کی بود که شما با لگد زدید و او را به مرداری برآوردید؟ ما دزدان را تعقیب می کردیم. در سر راه با جسد گلندام اپه دچار آمدیم که آغشته خون بود. اندکی دورتر مرده یک مرد منفور می خوابید که به خاک و خون غوطیده بود. ما را از دنبالگیری دزدان نگاه داشتند. از خشم و غضب خودداری کرده نتوانستم و از جسد غارتگر خواستم قصاص بگیرم. گرچه جسدی بدکردار بود، اما ما و شما دیگر حق نداریم به او جزا بدهیم، گفت او و سؤال کرد: شما گلندام را با چشم خود دیدید؟ آری، در لباس لالگون، خنجر در سر سینه، یک پهلو می خفتند. رنگ روی خواجه کمال تیرگون گشت. قامتش فرو خمیده خیال آلود افزود. خنجر به سر سینه خفته بود. خود به خود تکرار نمود. گفتم: از چه سبب سینه من درد می کند؟ دلم سخ می زند. از پیکرم آتش می خیزد. یعنی در سر سینه خنجر بوده است. شاعر خود به خود حرف زده از در حجره برآمد. وی بر علامه دید که در روبرویش گلندام پیراهن سفید خونالود به قفا گشته از خواجه طارف دور می شود. خواست نامش را گرفته فریاد کند، ولی دختر انگشت به لب نهاده اشاره نمود که خاموش باشد و خود غیب زد. خواجه کمال روزی دیگر به نزد سید فرخ آمد. مدرس دید که چشمان شاعر به درون فرو رفتند، ملکهایش ورمیده. پی برد که این شب خواجه میژه ته نکرده است. حضرت التماس یک مدت به من رخصت دهید تا که درس نگویم. باری به شما عرض کرده بودم که من آشفته حالم، میخواهم به سیاحت کوهستان برایم. سید فرخ راضی شد، جواب داد و تعلیم شاگردان خواجه را موقتاً به عهده خویش گرفت. اما وی نمی دانست که شاعر دیگر به مدرسه بر نمی گردد. خواجه کمال نسبت شعرگویی بی پروا شد. یار و دوستان گمان داشتند که او من بعد غزلهای پر از سوز و گداز می نویسد و به غم و غصه گرفتار می شود. برخلاف چشم داشت دوستان، شاعر مهر خاموشی به دهان زده از کتاب و قلم و کاغذ دور شد. اما به قسمت محمد بی پروا نماند. او را روزی به نزد سید فرخ برد و خواهش نمود که به شاگردی قبول کند. شما گفتار پنجم را از روی رمن اعظم صدقی پیرهه قسمت شنیدید که آن به 675مین سالگرد بزرگداشت شاعر شهیر تاجیک کمال خوجندی بخشیده شده است. عبدالقادر منیازف قرائت کرد. انجام گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.